روایت افسردگی سعدی و خلق شاهکاری به نام گلستان. شیخ اجل سعدی شیرازی بعد از 50 سالگی چندی دچار افسردگی و گوشه‌نشینی شد، به طوری که به گفته خودش بسیار در تنهایی اشک می‌ریخت و تصمیم گرفته بود که دیگر حتی سخن نگوید و تمام آثار گذشته خود را از بین ببرد. اما این گوشه‌نشینی و افسردگی منجر به خلق یکی از شاهکارهای زبان و ادبیات فارسی به نام گلستان شد که سعدی در مقدمه این کتاب احوالات خود را این گونه شرح می‌دهد: یک شب که به فکر ایام گذشته بودم و افسوس عمر تلف شده را می‌خوردم و دل خود را با اشک‌های همچون الماسم صیقل می‌دادم، این ابیات را مناسب حال و روزگار خود سرودم. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده راز سبیل. هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. نیک و بد چون همی بباید مرد، خنک آن کس که گوی نیکی برد. برگ عیشی به گور خویش فرست، کس نیارد ز پس ز پیش فرست. عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه غره هنوز. بعد از فکر و اندیشه درباره گذر عمر و اندک فرصت باقی مانده، تصمیم گرفتم که در گوشه‌ای به تنهایی بنشینم و از صحبت و همنشینی با دیگران کناره‌گیری کنم و دیگر سخنان پراکنده و بیهوده نگویم، چرا که زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم، به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. کسی که کر و لال در گوشه‌ای نشسته باشد بهتر از کسی است که حرفهای بیهوده میزند و زبانش در اختیارش نیست. در همین حال و احوال بودم تا اینکه یکی از دوستان خوبم که در طول سفرها همراه و همدم من بود، مثل همیشه برای دیدنم آمد. هر چقدر که شوخی و مزاح کرد و سعی نمود که مرا به حرف زدن وادار کند، باز هم جوابش را ندادم و از سر سجاده عبادت کنار نرفتم، تا اینکه ناراحت شد و گفت: کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسید، به حکم ضرورت زبان در کشی. آن دوست بسیار از من ناراحت شد، تا اینکه یکی از نزدیکانم به او گفت: سعدی تصمیم گرفته که باقی عمر خود را مشغول عبادت باشد و دیگر با کسی سخن نگوید. تو هم اگر می توانی اینجا نمان و پی کار خودت برو. دوستم گفت: قسم به عزت و جلال خداوند و سوگند به این دوستی قدیمی که دیگر هیچ حرفی نمیزنم و قدم از قدم بر نمیدارم، مگر اینکه مثل گذشته دوباره با هم صحبت کنی، چرا که آزرده کردن دوستان عین نادانی است. ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام، روا نیست که شمشیر شاه مردان علی در غلاف بماند و در جنگ با دشمنان به کار نرود و زبان سعدی هم در دهان او خاموش باشد و هیچ سخنی نگوید. اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.
خلاصه آن دوست آنقدر اصرار کرد که دیگر نتوانستم ساکت بمانم و روی برگرداندن از همصحبتی و همنشینی با او را دور از جوانمردی دیدم، چرا که او دوستی صادق و هم فکر و سازگار بود. پس به ناچار شروع به صحبت کردم و گردش کنان بیرون رفتیم که البته فصل بهار بود و هوای سرد از بین رفته و روزگار شکوه گل سرخ سر رسیده بود. پیراهن برگ بر درختان چون جامه عید نیک بختان، اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان، بر گل سرخ از نم اوفتاده لعالی، همچو عرق بر عذار شاهد غضبان. اتفاقاً آن شب را در بوستان یکی از دوستان ماندیم. جایی بسیار خوش و خرم بود و درختانی در هم تنیده و سرسبز داشت. آنقدر برگ و گلهای رنگارنگ بر روی خاک ریخته بود که انگار شیشه های رنگین روی زمین ریخته بودند و خوشه های انگور مانند 7 ستاره آسمان از درختانش آویزان بود. صبح زود وقتی خواستیم به خانه برگردیم، دوستم را دیدم که دامنی از گلهای رنگارنگ و گیاهان خوشبو و سنبل جمع کرده و میخواست به خانه بازگردد. به او گفتم همانطور که میدانی گل بوستان دوام چندانی ندارد و این گلستانی که میبینی مدت طولانی این گونه زیبا و خرم باقی نمیماند و حکما گفتند هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. پرسید پس راه حل چیست؟ گفتم من میتوانم برای خوشحالی دیگران و خاطر خوش حاضران و خوانندگان کتاب گلستانی بنویسم که ورقهای آن در اثر باد پاییزی زرد و خشک نمی شود و حتی گذر زمان هم خرمی و شادی بهار آن را به غصه و اضطراب پاییز تبدیل نمی کند. به چه کار آیدت ز گل طبقی؟ از گلستان من ببر ورقی. گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. به محض اینکه من این مطلب را گفتم، گلهایی که جمع کرده بود را روی زمین ریخت و گفت جوانمرد هر زمان که قولی می دهد به آن عمل می کند. اتفاقاً فرصتی پیش آمد و یک فصل از این کتاب را در همان روز اول اردیبهشت در باب حسن معاشرت و آداب محاورت نوشتم، به طوری که سخنگویان می توانند از مطالب آن استفاده کنند و نویسندگان از بلاغت و شیوایی کلام آن سود خواهند برد. و خلاصه نوشتن این کتاب زمانی به پایان رسید که هنوز از گلهای بوستان کمی باقی بود و فصل بهار تمام نشده بود. جالب است بدانید که کتاب گلستان تأثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی است. هرچند که سبک سعدی در نوشتن سهل ممتنع است، اما بعدها آثار بسیار زیادی با تأثیر از کتاب گلستان خلق شد. سهل ممتنع یعنی خوانندگان با خواندن اشعار سعدی به دلیل زبان روان و راحت ممکن است فکر کنند که سرودن این گونه اشعار بسیار آسان است، اما در همین زبان روان و ساده چنان جزئیات دقیقی به کار رفته که سرودنش برای هیچ کس دیگر ممکن نیست. و با اینکه آثار بسیار زیادی به تقلید از گلستان نوشته شده، اما تا به حال کسی نتوانسته شبیه به سبک سعدی شعری بگوید.